ببخشید دوستان، جلسه ویدیو قبلی من دستم خورد، اشتباهی به جای که استوپش کنم قطعش کردم. این جلسه ادامه جلسه 4 ما هست. دوستان قرار شد افزونه یا پلاگین ها رو بهتون توضیح بدیم. میبینید که پایین اینجا میبینید توی URL پلاگین نوشته. دوستان افزونه یا پلاگین خیلی کاربردیه. حالا چی هست؟ افزونه یا به اصطلاح پلاگین، بخوام مثال بزنیم، مثل یه نرم افزاری است که روی وردپرس شما نصب میشه و قابلیت‌های زیادی رو بهتون ارائه میده. کار رو برای شما راحت تر میکنه. دیگه نیاز نیست کد بزنین و حالا کارهای وقتگیری انجام بدین. کارتون رو خیلی راحت میکنه. حالا چطوری نصب کنیم اینو؟ دو راه وجود داره. یکی مخزن خود وردپرسه که شما روی گزینه افزودن مشاهده میکنید افزونه‌های وردپرس. اینا افزونه‌های مخزن خود وردپرس. از این بالای صفحه توی منوی افزونه‌های نصب شده و افزودن، اینجا میبینید افزونه‌هایی که از قبل خود وردپرس داشتیم. آنتی اسپمش هست و خود افزونه اولیه وردپرس که همیشه اینو شما میتونید اصلا حذفش کنید، مهم نیست. طریقه حذف کردن هم دید. روی افزودن ما زدیم، میبینید که افزونه‌هایی که میاد، افزونه‌های کاربردی بسیار زیادی وجود داره. یه نوع افزونه‌ای که مثلا خیلی کاربردیه، افزونه المنتور هست. اینجوری نوشته میشه. صبر میکنیم تا بیاد. می‌بینیم 5 میلیون نصب فعال داره و افزونه فوق‌العاده‌ای. روی گزینه نصبش کلیک میکنیم. می‌بینید که گفته صفحه ساز و قابلیت‌های زیادی داره و شما با درگ اند دراپ میتونید گزینه‌های خودتون رو فعال ویرایش کنید. بعد اینکه نصب کردین دوستان باید فعال هم بکنین، همون نیست که نصب کنین و از صفحه خارج شین. الان شما مشاهده کنین این صفحه رو. الان المنتورمون میبینید که اینجا اومده فعال نشه. وقتی فعال نشه به دردمون نمیخوره. یا از این گزینه فعال نمایید میزنیم یا از همین جایی که نصبش کردین روی گزینه فعال نمایید کلیک. خب ببینید که نصب شد. المنتور یه نسخه پرو هم داره که خودش هم میبینید پیشنهاد میکنه. در صورت ما تو ایران داریم زندگی میکنیم و حالا متاسفانه حق لایسنس ها رعایت نمیشه و امکاناتی که خود المنتور و شرکت های خارجی حالا در بیشتر مواقع محدودن بهمون بدن. اینو الان میبینید ما فعال کردیم. خود المنتور امکانات کمی داره، خود نسخه پایه المنتور. ما اگه بریم برگه، همه برگه ها، صفحه اصلی وبسایتمون دیگه، ما هر چیزی که داریم رو صفحه اصلی. این رو صفحه اصلیمون خالی. حالا اینو بخوایم ویرایش کنیم چیکار می‌کنیم؟ حالا برای خودتون هم شاید سوال باشه. بگین خیلی خوب، من وبسایت خودم ایجاد کردم، صفحه اولش رو من چیکار، تغییرات چجوری بدم؟ توی برگه ها، همه برگه ها، نخستی که من خودم ساختم، اگه خاطرتون باشه، برگه نخست رو من خودم ساختم. میزنه نخست، ویرایش سریعش رو میزنیم روی قالب پیش‌ورزش رو تمام عرض المنتور قرار میدیم و به روز رسید. حالا ویرایش رو کلیک و ویرایش با المنتور. چند لحظه صبر میکنیم تا لود کنه. این صفحه توضیحاتش هست، میتونین بخونین. مشاهده میکنین امکاناتی که به ما قرار داده. دوستان دیدین میگفت که افزونه پروش رو نصب کن. این امکانات پایه خودش هست که به طور رایگان ارائه میده. اگه امکانات زیادش رو بخواین، نسخه پروش رو باید خریداری کنید. و یه سری امکانات دیگه ای که بهتون ارائه میده. چون بیشتر امکاناتش تو پرو هست،
ما 20 اسکریپت. دوستان میتونین همه افزونه پروشو بخرین. شما وبسایت های فارسی هم هست، وبسایت های خارجی هم هستن که مثلا میگم الان ما وبسایت هایی که میتونین ازش قالب و افزونه بخرید. وبسایت های خوبمون یکی راستچین که یه وبسایت فارسی هست، افزونه ها رو میذاره، همه افزونه قالب و حالا خیلی چیای اسکریپت میذاره براتون. المنتور پرو رو از اینجا هم میتونین شما تهیه کنید. حالا نسخه من اینو روی افزونه و نه این المنت برای چی نیاورد؟ اینجا دوباره سرچش میکنم. مثل من اشتباه نوشته بودم. ببینید افزونه المنتور پرو رو 353,000 تومان یه وبسایت فارسی قرار داد. این وبسایت راستچین هست که حالا وبسایت خوبی هم هست. اینجا دوستان جنبه تبلیغاتی نداره، تجربه خودمونه. یه وبسایت دیگه از وبسایت ژاکت هست که باز اینجا هم محصولات زیادی رو قرار میده. افزونه المنتور یا هر سو یاستو اینا رو میتونه از اینجا شما تهیه کنین. میبینید مبلغاش هم نوشته. اگه خواستین رایگان بگیرین اینا رو میتونین توی وبسایت بیس اسکریپت المنتور رو سرچ کنین. میبینید که با المنتور پرو رو برامون آورد. المنتور رو که ما خودمون نصب کردیم. المنتور پرو رو میاریم، این وبسایت ها رو میبندیم. اینجا به طور رایگان همون نسخه‌ای که قرار شد بود شما پولی بخرین و اینجا رایگان براتون میذاره. این پایین روی دانلود میزنیم. توی محیط دسکتاپ خب مشاهده میکنید که المنتورمون من اینا رو خالی کنم تا قشنگ شما ببینید چطور فایل هایی که درونش هست و مشاهده کنید. اینا اگه اکسترکت کنم دوستان اینجا براتون گیج کننده خواهد. بذارید من یه نیو فولدر جدید بسازم که قشنگ میخوام ببینیم چه جور فایل هایی رو بهتون ارائه میدم. خب اون افزونه المنتوری که دانلود کردیم، افزونه ها چطور هستن؟ ببینید از زیپ که خارج کردیم، حالا این برگاش شما میتونید پاک کنید. دیلیت میزنیم و پاک. پوشه المنتور پرو اینجور پوشه رو در اختیارتون قرار میده. دوستان میگیریم. یادتون هست بهتون توضیح دادم برای اضافه کردن برای وردپرس فایل های رر نباید باشه. فایل زیپش کنید. روی فایل زیپ کلیک میکنید. اسمش هم حالا مهم نیست، هر اسمی بذارید. بعد دوباره این نسخه بود که خودتون تهیه کردیم. پس میایم اینجا توی افزونه. حالا افزونه‌ای که دیدیم ما رفتیم افزونه رو از خود مخزن، گفتم دو حالت داشت دیگه، یا از خود مخزن رفتیم دانلود کردیم نصبش کردیم، حالت دومش حالت دستی روی بارگذاری افزونه. از افزونه ها افزودن، بارگذاری افزونه. این محیط رو میبینیم که میتونیم افزونه رو بذاریم. این المنتور پرو رو میگیریم و اینجا قرارش میدیم. اینجا میتونیم نصبش کنیم یا هم از خود اینجوری هم المنتور پرو رو اوپن و نصب.
صبر میکنیم تا افزونه المنتور پرو برای ما نصب شه. مدت زمان آموزش هم نگاه کنیم زیاد نشه خسته شین شما. صبر میکنیم این نصب شه. افزونه‌های زیادی هست، برای خیلی افزونه‌های زیاد و کاربردی برای وردپرس وجود داره که میتونین شما داشته باشید. از اون دست افزونه المنتور رو ما گفتیم. اگه خاطرتون باشه افزونه سئویاست. افزونه فوق‌العاده کاربردی هست برای سئو پست های شما. خب اینجا خیلی شلوغ شد دوباره. پس از افزونه ها افزودن، یک بار دیگه این کارا رو انجام بدیم. همون دو حالت رو یه بار دیگه تکرار. نسخه پایه و رایگانش هست توی خود مخزن وردپرس. از اینجا نصبش میکنیم. صبر میکنیم تا نصب. اون افزونه ای که المنتور پرو خاطرتون هست اونجا گذاشتیم. الان نگاه کنیم نصبش کرده، با موفقیت فعال شد. حالا فعال کردن افزونه رو کلیک میکنیم. ببینید که المنتور رایگانمون هم بود، المنتور پرومون هم الان هست و فعال شده. ببندیم که صفحه شلوغ نشه شما. خب سئویاست رو نصب کردیم، فعالش میکنیم. خب با موفقیت نصب. حالا دوباره نسخه پروش رو میخوایم ما نصب کنیم دیگه. افزونه افزودن، بارگذاری افزونه و نسخه پریمیومش، چون که پولی هست و نسخه رایگانمون نیست، خب باید بریم از اینجا دانلودش کنیم. 4.5 مگابایت حجمشه. بره تو همون نیو فولدر دومون که خب سوپر. فایل رو اکسترکت میکنیم. منتظر میشیم تا توشهای قبلی که دیگه قرار بی استفاده شده برامون رو حذفش میکنیم. خب این افزونه سئو پریمیوم میبینید 3 تا حالا فایل های تبلیغاتی خودش هست و وردپرس پریمیومش، فایل هایی که بهمون میده توی این پلاگین موجود که اینجا. دوباره اینو دیلیت میکنیم، فایل های اضافیشو پاک کردیم دیگه. حالا میایم اینجا کلیک راست، ازش یه فایل زیپ تهیه میکنیم و اوکی. خیلی خوب، این صفحه رو میبندیم. فایل خودمون رو سئویاست پریمیوممون رو آپلود میکنیم و نصب. منتظر میشیم تا ویدئومون رو ببخشید تا افزونه ما رو نصب. و دوستان خیلی افزونه های دیگه ای داره که میتونین ازش استفاده کنیم. فوق العاده افزونه های کاربردی هست. حالا توی این بخش من بیشتر نصب شده. فرم تماس 7 هست که افزونه بسیار جالبیه. المنتاری که ما نصب کردیم، سئویاست برای اینکه مطالب شما سئو باشه. و میبینین افزونه های دیگه مثلا این جت پک برای افزایش سرعت سایتتون هست. این SSL اگه جلسه اول یا دوم بود که بهتون توضیح دادم HTTP یا HTTPS. الان مشاهده میکنید وبسایت ما مشکل امنیتی داره.
و الان خود HTTPS نوشته، ولی خب من فعالش نکردم چون این وبسایت من از قبل داشتم و به خاطر این آموزش خالی کردم HTTPS نمایش شده و این افزونه رو شما باید نصبش کنید. حالا چون پله پله میخوایم آموزش بدیم، ما بارگذاری افزونمون رو زدیم اونجا تو گزینه افزونه های نصب شده. کنم چون از اون صفحه خارج شدیم یه بار دیگه بریم، رفتیم توضیح دادیم مثلا خاطرمون رفت. بارگذاری افزونه، نسخه پریمیوم رو بهش میدیم تا نصب کنه. من ویدیو رو برای اینکه مدتش زیاد نشه، آره چون مدت ویدیو زیاد نشه استاپ میکنم تا بله دوستان مدت زمانی که میخواست آپلود و نصب کنه تموم شد. تا شما با اینجور برگه‌ای مواجه میشین که سویاس پریمیومتون در حال نصب و نصب شد. فعال کردن افزونه رو میزنید. اینجا افزونه برای ما فعال میشه. میذاریم که افزونه رو فعال کنه و خب ببینید با موفقیت انجام شد. حالا اگه بریم توی افزونه های نصب شده، اینجا ببینید که کامل فعال شده و سویاست و سویاست پریمیوم میبینید که فعاله. خب دوستان این دوتا افزونه رو هم نسخه رایگانش رو دیدین هم نسخه پولیشو که رفتیم از اینجا دانلودش کردیم و وبسایت خوبی هست. و پیشنهاد میدیم که نسخه رایگان رو که شما نگیرید. اگه میخواین سایت تم فارست هست که مرجع انگلیسی زبانش هست که بهترین افزونه ها اونجا قرار داده و وبسایت های فارسی هستن که اونو ترجمه و رایگان میکنن. وبسایت های مثل راستچین و ژاکت خدمات پولی هن دیگه، حالا از شما وچی دریافت میکنن و وبسایت های مثل بیس اسکریپت اینو رایگان در اختیار شما قرار میدن. بریم یه افزونه دیگر هم نصب کنیم. افزونه ها افزودن روی این گزینه میزنیم. اونایی که گفتیم خیلی نیاز است. SSL مون برای وبسایت های فروشگاهی افزونه ووفکامرس هم هست که شما میتونید اونم میتونید شما برای اگه وبسایت فروشگاهی بخواید طراحی کنید باید شما داشته باشینش. حالا نسخه رایگانش رو اگه بخوام بریم، من ببخشید دیگه تایپ نمی کنم اونجوری. اینجا جستجوش میکنیم. ووفکامرس فارسی رو در اختیار شما قرار میده. میبینید 5 میلیون نصب داره. بعد بسیاری ادون ها یعنی باز نسخه های ارتقا یافته. میتونید ووفکامرس هم از اینجا برای خودتون نصب کنید اگه وبسایت فروشگاهی قرار کار کنید شما. خب میایم اینجا ووفکامرس رو اینجا روی دسته ها میزنیم و افزونه ها. میبینید که ووفکامرس میاره خیلی زیاد. مثلا یه دونه از ادون هاش افزونه کد تخفیف از طریق لینک. اینجا مشاهده میکنید بسیار زیاد. مثلا سفارش غذا، چون به افزونه ووفکامرس یه پلاگینه توی فروشگاه خرید و فروش و توی این حوزه بازاریابی محصولات کسایی که کار میکنن بیشتر استفادهشون میشه.
می‌بینید که چه همه ادون برای شما میاره و صفحات زیادی که کار شما رو راه میندازه. حالا نسخه رایگانش هم اینجا هست که میتونید نصبش کنید و باش کار کنید. خب این جلسه رو تموم میکنیم چون مدت زمان آموزش زیاد شد. جلسه بعد با المنتور و المنتور پرویی که نصب کردیم کار میکنیم و سو یا ست و نسخه پریمیومش کار خواهیم کرد. خداحافظ شما.